به نام خدا و با سلام در خدمت شما هستم با ارائه نقشه جامع ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید محتوای الکترونیکی ویژه آموزش علوم پزشکی. در ادامه بررسی جامع این ابزارها و طبق دسته‌بندی که در ابتدا خدمت شما معرفی کردیم، در این قسمت میریم سراغ دومین دسته، یعنی ابزارهایی که برای مقاله نویسی و پایان‌نامه نویسی به کمک ما میان. نمونه‌ای از اونها رو در این اسلاید میتونید مشاهده بکنید که چند مورد از اونها رو در ادامه به دیتیل شرح میدیم. اولین نمونه میریم سراغ الیسیت که در حال حاضر بیشترین اتصال رو به سمنتیک اسکالر داره. البته ممکنه برخی مقالات پابمد رو کامل پوشش نده، اما برای یک مطالعه اولیه و طراحی سوال تحقیق بسیار ارزشمند و دقیقه. شما میتونید در طراحی پایان‌نامه‌ها با وارد کردن یک سوال پژوهشی، مثلا در حوزه بلندد لرنینگ، به سرعت مقالات مرتبط با عنوان، سال، نتایج، روش شناسی، جمعیت مورد مطالعه و مواردی از این دست رو استخراج بکنید. همچنین امکان پیشنهاد سوالات پژوهشی قابل بررسی در ادامه مسیر و یافتن شکاف‌های همون گپ‌های پژوهشی رو هم داره. برای جلسات ژورنال کلاب، الیسیت میتونه خلاصه دقیق از یافته‌ها و مقایسه مطالعات مشابه رو در اختیار شما قرار بده. قابلیت بارگذاری PDF رو هم داره. در نگارش بخش لیترچر ریویو پایان‌نامه به ویژه در شرایطی که دسترسی به پایگاه‌های معتبری مثل پابمد محدود باشه بسیار کارآمده. نسخه رایگان هم داره، البته محدودیت تعداد سوال رو در هر روز داره. فیلتر نیست، به راحتی با گوگل یا ایمیل میشه در اون ثبت نام کرد، اما اپ موبایل مستقل نداره. در وهله بعد رایتفول رو داریم که علاوه بر تولید خودکار عنوان و چکیده متناسب با متن، به کمک دو ابزار اکادمایزر برای رسمی سازی لحن و پرافریزر برای بازنویسی متون به سبک تخصصی میتونه با بررسی زبانی و ساختاری متن با استاندارد ژورنال‌های علمی و پیشنهاد اصطلاحات جایگزین یک مقاله یا پایان‌نامه پزشکی به زبان انگلیسی با حفظ سبک علمی و دقیق رو نگارش بکنه. نسخه رایگان دارد، البته با امکانات محدود. متاسفانه فیلتر هست، اما افزونه ورد و اوورلیف رو برای یک دسترسی راحت در خودش داره. اپ موبایل مستقل هم داره. آویدنوت آخرین ابزاریه که در دسته مقاله نویسی و پایان‌نامه نویسی به اون اشاره میکنه. این ابزار علاوه بر استخراج سریع نکات کلیدی از مقالات و تولید بخش‌هایی از مرور متون یا مقدمه و همچنین بازنویسی متن برای انسجام و سادگی و حفظ سبک آکادمیک، قابلیت حاشیه‌نویسی تعاملی و ذخیره‌سازی نکات پژوهشی و یادداشت‌گذاری هنگام مطالعه رو داره. همچنین توانایی تحلیل داده‌های کیفی مثل کدگذاری مصاحبه‌های بالینی و تشخیص الگوها یا همبستگی‌ها در داده‌های کمی رو داره. قابلیت رونوشت صوتی یا ترانسکریپشن برای مصاحبه‌ها و جلسات هم از ویژگی‌های خوب این ابزار هست. خوشبختانه نسخه رایگان داره که شامل 5000 کلمه و تا 2 ساعت رونوشت رایگان در ماه هست. فیلتر نیست، ثبت نام سریعی رو با گوگل یا ایمیل داره و اپ مستقل موبایل رو هم در اختیار ما قرار میده. خیلی ممنون از توجه شما.